از سویقست به جان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در خوجند اینک 25 سال گذشت. 30 اپریل سال 1997 در حمله به پرزیدنت در میدان نزد تئاتر به نام کمال خوجندی که با استفاده از سلاح و گرانات و مواد ترکنده صورت گرفت، بیش از 50 نفر از جمله پرزیدنت امامعلی رحمان جراحت برداشتند. امامعلی رحمان که از پایش جراحت برداشت، بعد همگی نیم ساعت در پی معاینه طبیبان به تالار تئاتر به نام کمال خوجندی برگشت و در پیش مردم سخنرانی کرد. در تشکیل سویقست به جان امامعلی رحمان در خوجند 4 نفر از جمله خورشید عبدالشکورов ملقب به تایسون و عبدالله جانوف برادر سروزیر سابق تاجیکستان عبدالملک عبدالله را گناهگار کردند. تایسون هنگام سویقست کشته شد، ولی برادر عبدالله جانوف را به قتل محکوم کردند. یعقوب سلیموف که سال 1997 رئیس گمرک بود و پرزیدنت را در آن سفر همراهی کرد، چندین بار گفته است که امامعلی رحمان را آن روز از مرگ نجات داد، ولی 2 سال پیش نشریه SSSR در یک مطلب نوشت که جان امامعلی رحمان را سرمحافظش مراد سعیدوف نجات داده بود، نه یعقوب سلیموف. همچنین ژورنالیست نیلوفر عزیزی همان سال 2020 در یک فیلم مستند با نام دوربین حقیقت ویدیوهای نادر سویقست 30 اپریل سال 1997 به جان پرزیدنت را نشر کرد و نیز گفت که امامعلی رحمان را مراد سعیدوف نجات داده بود. چند ماه بعد از سویقست خوجند ماه اوگوست سال 1997 یعقوب سلیموف را به دست داشتن در آشوب مسلحانه پلکوونیک محمود خدایبردیف گناهگار کردند و او ترک تاجیکستان کرد. او را سال 2004 از روسیه آورده به 15 سال زندان محکوم کردند. یعقوب سلیموف ماه ایون سال 2016 از زندان آزاد شد و حالا در دوشنبه به سر میبرد. مراد سعیدوف در این مدت صاحب عنوان گنرال مایور شده تا کنون راهبری خدمات محافظت پرزیدنت را به عهده دارد و یکی از شخصیت‌های پرنفوذ در دایره‌های حاکم کنونی تاجیکستان دانسته می شود.